روز دنیای کفر برای ما وضع میکنه، روزی مادر، روزی معلم. کی وضع کرده؟ این روز کی تخصیص داده که روزی فلان باشه؟ با تاسف همین مسلمانی که همین قرآن رستامیگار میخونه لاف میزنه که یک سپاره خونده، این مسلمان به این دین در اسلام چی داره؟ عقیده و باور داره؟ با کجا؟ با کدام چیز ایمان داریم؟ یقینا با اون چیزی که قرآن برای ما گفته باور داریم. این الدین عند الله الاسلام، معززترین دین و مقبولترین دین به نزد الله اسلام است. اگر اسلام دین معزز است پس ما پیروی اسلام بکنیم، دنبال او ملحدین نرویم که اموری را اختراع کرده به نامهای مختلف و امروز ما از او کسب کرده رویستیم. ما دنبال عیدای کفار بگردیم، جشنای کفار بگردیم. اگر من باور به قرآن دارم، باور به آیت قرآن دارم، اسلام پیشم عزیز باشه، دین اسلام عزت داشته باشه، گنجایش باقی میمانه که من برم روزای کریسمس و روزای عید مجوس و عید نصارا را از یهودا از هندوها را تجلیل کنم، تحفه بدم به مردم و را تعظیم کنم که روز روزی خوشی است. این موضوع را باز به خاطری میگم با وصفی که نوروز دیر شده، اما ملحدین و کجروها بسیار گپا را تو بالا میکنه در صفحات اجتماعی، در رسانه های اجتماعی. یک تعداد مردمی بیچاره را که معلوماتی کافی از حیثیت دین نداره واره فریب میده به نام های مختلف، به بهانه های مختلف. دین ما اسلام است، از اسلام باره هیچ چیزی برای ما عزت نداره. چیزی را که اسلام وضع نکرده باشد پیش ما عزت نداره. به این آیت عقیده و باور داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. یکی از جمله دوستی همی است که تو روزی از اون تعظیم میکنی، خوش میشی، او را خوش میسازی. امروز گلا در روزای عیدای امی کفار مسلمان میره گل به دست از میره، تبریک برش میده، عزت برش میده، تعظیم برش میکنه. ایمان باقی میمانه. چه قسم ایمان هستی؟ قرآن چی برات گفته؟ میره به خاطر میگم که اسلام غریب شده، دین اسلام غریب است، ناشناس. دین اسلام پیش مردم عزت نداره، ارزش نداره. دین چی؟ احکامی که اسلام داره ارزش برش قائل هستیم. نظام حیات و زندگی را که اسلام بر ما وضع کرده واقعا سرش باورمند هستیم؟ این کرامت و عزت میدانیم؟ یعنی که امروز مود و فیشن و رفتار و روش و سلام و کلام ما کلش گرفته شده از غرب است، از مرده‌داری گرفته تا